سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به اولین ویدیو کانال. خوش اومدیم آموزش بدیم که چطور بازی لانگ درایو برای اندروید نسخه اصلیشو دانلود کنیم. خب اول میریم داخل گوگل و سرچ میکنیم دانلود بازی لانگ درایو اندروید لینک در توضیحات. خب اینو که زدیم این ویدیو رو میزنیم بچه ها. واسه تا براتون نمایان کنم به این ویدیو بچه ها. کلیک میکنید بعد ثبت میکنید تا بازگذاری بشه. بعد همینجا باید اسم نام کانال محمد امین باشه. بعد نام کانال محمد امین باشه. اینو بچه ها مشاهده بکنید تصویر رو. ساب کنید بچه ها، من با سابتون نیاز دارم. بچه ها اینجوری صفحه نگاه کنید، دقیقا مثل نسخه هست، فقط دکمه استارت و ایناش فرق داره. بعدش اینه که نمیتونی چند نفره بازی کنی و خودت داخل بازی تنهای و خدا. بچه ها میبینید که سیوا هم داره. خب بگذاریم میریم توی بیشتر. بعد این لینک روبیکا رو میزنیم. خب سر میکنید تا روبیکا براتون باز بشه. ایمیل میخواد. بعد ما میریم توی خود روبیکا سرچ میکنیم. توی روبیکا میزنیم. بعد توی بعد توی سرچ خب اینجا میزنید، کلیک میکنید، بسش میکنید محمد امین. چرا نمیدونم نمیاره. بعد یه لحظه تا من این ویدیو رو استاپ کنم. خب بچه کار نکرد. بعد ببخشید خارج میشید. بعد دوباره که اینو تایپ کردید خب میان داخل این بچه این اینجا. بعد وقتی که روز کلیک کردین باید میسید تا این ویدیو هم بارگذاری بشه. من یکم دیر بارگذاری میشه چون فیلتر شکنم باشن. بعد که این اومد ما میدیم که هوای ابری و دشتی و برمون شنی. بعد گیاهی هم داره. سلام و درود خدمت بچه ها اینجوریه نگاه کنید، دقیقا همین جوریه. فایل باز در چنل ایتا شما ایتا نیاز دارید. خب ایتا رو دانلود که کردید میاد وارد این سایت به حساب میشید. بعد
ایتا. خب بعد ایتا حالا ما اینو ول میکنیم میایم. ببخشید این ویدیو خیلی طول میره، ببخشید. اما شدن ویدیو هست. حالا اینم تست میکنیم. میزنیم سب میکنیم اینم بارگذاری بشه. خب بعد وقتی بارگذاری شد خب سب میکنیم تا بیاد. و بچه اینم از لینک دانلود بازی بالاخره پیدا شد. اینم از لینک دانلود بازی. خب بعد میزنید روش. وقتی که زدید روش اینجوری بیا بفرمایید. اینم از لینک دانلود بازی. دقیقا روی این میزنید و حالشو میبرید. حالا من از قبل دانلود کردم. وای میسی تا اینو قبول رو میزنید. بعد که حالا من دانلود کردم از قبل. بعد اینه بچه ها عکس بازی الان نشونتون میدم خدمتتون. اینه بچه ها اینه. بعد که وارد شدید بعد اینترنتتون خاموش باشه. من اینترنتم خاموش میکنم. خب همچین صفحه براتون میاد. بعد این دکمه مثلث رو خب این دکمه مثلث رو اینو میزنید. خب این دکمه مثلث رو میزنید به هر حال. بعد سری میزنید تا وقتی که بازی براتون بیاد. اینقدر میزنید. خب خیلی میزنید بچه برای حالا من باگه تا حالا من اینو بزنم و دوباره بزنم برم داخل بازی. خب سب میکنیم تا بیاد. من فیلتر شکنم روزا یه لحظه برم فیلتر خاموش کنم و بیام بچه.